درود بر جوانان، شیرزنان و شیرمردانی که همین لحظه در میدان هستند. در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، رشت، سنندج، کرمانشاه، سدلز و بوکان و بلوچستان مردم بیرونند. جوانها بیرون ریختند و قیام با قدرت همزمان با اعتصاب سراسری ادامه داره. خیلی‌ها ممکنه تا حالا منتظر بودن ببینن که کدوم طرف برنده میشه، بعد بیان. حالا زمانش هست. به خیابون‌ها بیایید، همه از خونه‌ها خارج بشید، پیام بدید به همه همیهنان از خونه‌ها خارج بشید. حالا زمانش هست. بسیاری از خیابان‌های تهران به کنترل کامل مردم در اومده. زمان این هست که به جای این بار ایستادن در خیابان‌ها، هر خیابانی که به کنترل مردم در اومد بلافاصله حرکت بکنید، خیابان‌ها به هم بپیوندید. زمانی که جمعیت زیاد شد، قابل توجه شد، لیدرهای میدانی تشخیص دادن که زمانش هست، مراکز سیاسی، مجلس آخوندی و همچنین صدا و سیما نه از درب جلو دوستان گزارش دادن که در پای کوچه‌های فرعی بسیار مناسب‌تر هست. قیامت آخوندها شروع شده در سرتاسر ایران. در سنندج شلیک کردن به مردم، در جاهای دیگه شلیک کردن، هیچ فایده‌ای نداره. همه دارید می‌بینید از مرحله سرکوب داره خارج میشه. هر خون که ریخته میشه خشم مقدس مردم رو افزایش میده. جوان‌ها خشمگین‌تر میشن و مصمم‌تر میشن برای ادامه راهی که هیچ تردیدی نیست بدون بازگشته و مردم پیروز میشن. گزارش زیادی دریافت کردیم که سپاه از لباس راهبر استفاده میکنه و همچنین در مواردی از لباس ارتشیا. مواظب باشین، فرقی نداره. کسی که مقابل مردم ایستاده، مردم میدونن چجوری باش مقابله بکنن. خیلی‌ها میگن پس ارتشیا کجا هستن؟ 10,000 نیروی مسلحشون غایبن، نیومدن. شما میبینید در میدان که خیلی کمتر شدن و بدون تردید از آشناهاتون، از کسایی که میشناسید، میشنوید که خیلی‌هاشون حاضر نیستن سر کار برن، حاضر نیستن در کنار دیکتاتور بایستند و ریزش و خالی کردن پشت خامنه‌ای خائن بیشتر و بیشتر میشه. رئیسی رو دانشجویان از زهرا که خیلی‌هاشون خودیاشون میدن در نظر بیرون انداختن، با فضاحت بیرون انداختن. رئیسی برو دلشه یعنی گماشته خامنه‌ای. دیگه همشون شخص رئیسی صدای قیام بزرگ مردم ایران رو شنید. تا ساعتی دیگه هنوز امریکا از خواب بیدار نشده. امریکا هنوز زود هست. تا ساعتی دیگه جهان شاهد خواهد بود که این انقلاب کبیر ایران با اهداف مشترک برای عبور کامل از جمهوری اسلامی. از خونه‌ها خارج بشید همه، تمام جوانان، بزرگترها. اگر به فکر آینده جوانان هستید، کسانی که نتونستید این حکومت رو بردارید، اکنون زمانش هست. در سرتاسر ایران همه شهرها، از آذربایجان تا کردستان تا بلوچستان و خوزستان لازم هست اهواز و آبادان، ماه شهر با قدرت از خونه ها خارج بشید. در مشهد همه خارج شدن، شمال رشت اومد، گیلان هم به طور کلی تمام شهرهاش، مازنی ها، بقیه هیچ جای ایران باقی نمونه که ما هزارگر باشیم از خونه. با قدرت خارج بشیم. خیلی از خیابون ها مثل تهران به کنترل مردم داره در میاد و این رودخونه ها امروز زمانش هست که به دریا تبدیل بشن. بدون تردید حکومت هم داره میره. ریزش هاشون امروز به حد اعلا میرسه. از مکانهایی استفاده میکنن احتمالاً که در گذشته نه نظامی بودن نه انتظامی. خیلی مواظب باشیم. مراکز سیاسیشون رو هدف قرار بدیم. ما پیروز میشیم و تمام کسانی که شاید اندک تردیدی در دل داشتن که ممکنه این انقلاب بازگشت داشته باشه، امروز به این باور رسیدن که غیر قابل بازگشت. به انقلاب بپیوندید، از خونه ها خارج بشید و امروز نشون بدیم که خامنه‌ای خائن رفتنیه و ما مردم پیروزیم. روز شنبه مردم در سرتاسر ایران به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. تداوم خیزش مردم ایران و حضور مستمر در خیابان‌ها به چه معنی است؟ چگونه تلاش‌های حکومت برای سرکوب خیزش مردم با شکست روبرو شده؟